فدراسیای انعنوی تایکواندو ITF توجیکستان تقدیم میکند. برای باری اول در تاریخ فدراسیا یکمین مسابقه بین المللی اوید با تایکواندو ITF در شهر دوشنبه. در این مسابقه اشتراک بیش از 300 ورزشکار نورس و جوان از کلوب‌های گرد و اطراف جمهوری‌های قزاقستان و ازبکستان و تاجیکستان در نظر است. ورزشکاران از روی دو نوع محاربه انفرادی و مجموعه اصول‌های نمایشی بهر به دست آوردن زینه‌های افتخاری مبارزه می‌برند. مکان برگزاری شهر دوشنبه، مجمع ورزشی کوخ المپ. سنه برگزاری مسابقه 6-7 مای. بیایید و از جذابیت و جالبیت این رشته زیبای ورزش لذت ببرید.